سلام و درود تقدیم شما جناب پویا صاحب و خدمت شما برادران که درود بر شما عزیز. در کمال صحتمندی و سلامتی باشم. من یک مورد کوتاه نظر خود بیان میکنم. کاوش بیبی برادر گرامی، وقتی که کسی میآید بس را به نحوی یا به هر شکلی به مو گفتار زبانیش شخصیت خود را بر تو تبارز میده، یعنی دو میزنه بد میگه، اون نمایانگری شخصی وی را رب دادن و به اصطلاح به نحوی تمیم بخشیدن به کل اسلام، این یک بس به نحوی یک وقاحت کامل است که خود به عنوان یک کسی که به اصطلاح نسبتا خود دیگر اندیش میگیری و باسواد میگیری و به نحوی خود روشن فکر میگیری، این معقولانه نیست. تو آمدی و آمد دو میزنه فش میگه و نمایندگی از شخصیت خودش میکنه، نمایندگی از تربیت فامیلش میکنه، از ضعف شخصیتیش میکنه. تو آمدی میگی محمد رسول الله مبارک نام میگیری، اما تو دینت ایره بره، تو کجای دین بر ما فحاشی یاد داده؟ کجای کدام باز قرآن سوره قلم 13 حدیث برای ما بیار که اگر به قرآن را اصطلاح باز حدیث را کنار بگذار، باز قرآن را باز سوره قلم 13 را با هم بخونیم. نه نیست که بیا یک عزیز من دارم میگم قرآن را باز کن، نصیحت نکن، قرآن را باز کن با هم بخونیم. قرآن رو ما کاملا خوندیم والله الحمد. قلم 13 کتاب مقدستان، بازش کنین فحاشی کرده نکرده خودتان. وای اخلاقی و انسانی است در یک موردش. نه من برای چی میگم باز کن، باز میدونی چی میگم؟ ما باز کردیم باز کن. قرآن در باز دسترسم کن سوره دارم. قلم 13 را قرائت کن به زبان فارسی. خود تو قرائت کتاب ما را بیار چی گفته؟ عزیز من بازش کن میگم، چرا میترسی از کتاب؟ میترسی بابا باش یا کتاب مقدس است؟ حالا ما در مکان نه بابا نیست، بازش کن یک بار. همین تو که در دسترس داری بیارم رو انسان بزرگوار برای میگم قرآن را باز کن. بیار. اینی کمال ما بازش خودت باز کن بخون. بازش کن. به خاطر عملکرد یک شخص مثلا دو شخص باز میکنیم یا با ما امر گپ نمیزنیم. باز کن کتاب. کاوشان باش که من یک چیز برش بگویم. هموطن عزیز، هموطن عزیز، توی مسلمان که بالا می فاشی میکنی، تربیت تو تربیه محمدی و قرآنی هست. برای ثابت میکنه کاوش از قرآن که اللهتان فاحش بوده، از حدیث براتون ثابت میکنه که محمدتان فاحش بوده. پس وقتی که میگه توی که مسلمانی که می فاشی میکنی، تربیت تربیه الله و تربیه محمد هست، دیگه برات ثابت میکنه. خب باز قرآن را که برات ثابت کنیم که الله فاحشی کرده یا نکرده. سرهرتان کجای کشیده که کتابتان را باز کردن نمیتونیم. ببین تا امروز کتاب به صورت خانما میمالیدین، از سر عروس درش میکردین. نمیتونم یک جای یک متون اسلامی، یک آموزه اسلامی فحاشی نیست. حالا یک جای باز کن دیگه، باز کن ببین مست نیست. مفاهیم دینی انسان را برای تعاون برای ای جان من قربان شما. قرآن چرا باز از کردن قرآن خجالت میکشی هموطن؟ خجالت میکشن از قرآن، میشرمن از قرآن را باز بکنن. سال پیشش قرآن شریف نیست برادر. خب تو هست پیشش. حالا تو باش میگه هست پیش من. ببین بزرگوار، من که مسلمان نیستم، یک تا قرآن، دو تا قرآن در خانه‌ام دارم. شما چرا نداری؟ چرا نداری قرآن؟ کاوش من در جای نیستم که فعلا قرآن نه بعد بیرون وضو است. ندارم، من که وضو ندارم، من میرم میگیرم مرا چی کرده؟ مرا میخورم قرطم کرده. وضو ندارم گرد شد. یک مورد سطحی را تو میگیری به عنوان به اصطلاح توجیه در مقابل حرف من که من میگی برای یک دوستان بهتون بخوام ترجمه که به دوستان. کافر برای قرآن میاره، باید بشرمین کمی نه. حالا خب در بیرون هستم، قرآن یک کلامی است که نمیتونی چرا در جای بحث در مورد اسلام میای عزیز من؟ اینی دیگه متاسفانه هم دیگه از اغراض باطنی تا نسبت به اسلام است که سر زد با موارد بسیار سطحی و ناچیز می به عنوان توجیه. هموطن گوش کن الله جان. ببین هموطن عزیز، گوش کن. بر چی میگم یک لحظه؟ اگر وقت برات میگه قرآن را باز کن، اگر در بیرون هستی قرآن نداری، بگو که پیش ما قرآن نیسته، لطفا امیر شما باز کنین برای من نشان بدین که الله در کجا فحاشی کرده. تکرار میکنم الله در کجا فحاشی کرده، برای من نشان بدین. اینو برات نشان میده. لالا خودت بخوان. خب بسیار عالی. هموطن مسلمان ما در بیرون است، قرآن نداره و ادعا داره که در قرآن ما فحاشی نداریم. درست است لالا؟ بچه ما درست است؟ صدای من است پویا در برنامه؟ 100% صدایت است. اسرار بفرما عزیز. آقای اسرار عزیز، ما بیارم براتون قرآن را میخونیم. بله مورد قرآن فحاشی نیست، گپی بیهوده نیست، گپ لو نیست. اگر ما بخونیمش با هم ببینیم که با کم داری نداریم. خب میریم به سوره قلم دوستان عزیز، آیه 13 و یک آیه قرآن با هم بررسی میکنیم که اینا میگن در دین ما فحاشی نیست.
خدا دیگه نباید فحاش باشه، حداقلش خدا نباید فحاشی کنه. میریم میبینیم با هم. خب انشاءالله لاله گرامی و نهایت محترم ما، کدام سوره است؟ سوره قلم آیه 13 هم درست است؟ سوره قلم آیه 13 عتل بعد ذلك زنیم. امیر یک ترجمهش بخونین به دوستان چی گفته؟ امیر بخونین یک بار. یخ نوشته از معلومدار است با این همه عیب باز متکبر است و خشن است با آن که حرامزاده و بی اصل و نسب است. خب اللهتون به چی کسی حرامزاده گفته؟ بیبی بر کسایی که حقیقت را میفهمن، حقیقت را با عقل خود با تجربه خود درک میکنن، ولی بازم با از روی اناد، از روی تکبر، از روی حسد، از روی اغراض باطنی خود ایمان نمی آورن. اینمی حرامزاده است. یک قاعده ثابت است. مادرشان توهین کرده. بله؟ مادرشان چرا توهین کرده؟ مادرشان که مسلمان است. مثلا یک کسی خدا ناباور است، مادرش که مسلمان است، چرا به مادر مسلمانش الله آمده توهین کرده؟ این توهین نیست، این دیگه مو شخص را یادآور شده. حرامزاده بودیم خوش میشی؟ بیبی بس جای دیگه نبر بیبی. نه من مثلا به طور مثال مادر و پدر ما به طور مثال مسلمان هستن، من خودم کافر به خدا باور ندارم، چرا به خود من توهین نمیکنه به مادرم توهین میکنه خدا؟ این آیات شان و نزول مشخص دارد در خصوص استغفر الله و اتوب الیه لا اله الا الله محمد رسول الله. این کلمه رو بخوان زنده باشه عزیز دلم. این مصری ترجمه دین تسلالا دین دینی است. مناسب نیستم که همین آیات تو زورش به من نمیکشه، مادرم میفهمه میکنه. خب بیا در برابر خودم چی کردم میتونه؟ کتابش در دستم است. خواهی مرا به یک موش تبدیل کنه نه؟ به صادق بابقه تبدیل میکنه. تا چرا قدرتش معلوم نیست؟ کجا است؟ مرده. مثل تو مدافع داره که مورد دینم نمیدونی. صدقه شمامتم. کجاست؟ سپاس از هموطنمون. در قرآن دیدی بعد اونجا چی میگی؟ میگی چون حقیقت را نمیپذیرن. متوجه هستی؟ باز حقیقت را نمیپذیرن مراجعه را توهین میکنن. تو هم که فکر میکنی ما اسلام را ترک کردم حقیقت را نمیپذیرم، می به مادر خواهر ما توهین میکنی هموطن عزیز. غیر موجه از طرف یک شخص صادر میشه. این یکی است که به اصطلاح ذات همون شخص تعلقی به مو حرام به مو به اصطلاح زشتی داره. این که یادآور شه این بیاری زشت است، این گناه، این کدام مشکلی نیست. از کجا میدونی یک فرد کافر شده مادرش بدکاره بوده؟ اگه انسان آلوده با پلیدی بود و مجبور است که تو بگویی پلید است. یک انسان آلوده با پلیدی محمد ابن عبدالله بود عزیز دلم. بای بای گود بای وقت ما رو نگیر. آلوده با پلیدی و نجاست محمد ابن عبدالله بود. تمام شد. پلیدی کسانی هستند که بالای دختر کودک تجاوز جنسی میکنن به نام نکاح. بریم طرف سوپرمی خوش آمدید. مستقیم به ما پلید میگه. سوپرمی خوش آمدید. مایک تباس کلا پیشتر مایک باز میکردی. خوش باشی لالا. سوپرمی نیست اون سوپریم. خب من گفتنیم برای کاوش جان است. کاوش جان در باب نیست. همین دین ناموس چند ماش داری راست تا بگو از این قانون اتیستا. ماهانه $56,000 آمریکایی. سوال بعدی. در کنه دقیقه امره خرکس. آفرین. دیگه سوال نداری؟ نه. تشکر لالا. تو اول قرآن خوندی دیگه. ناموس فروش هستی تو. خود 24 ساعت در ضد اسلام در باید با تو روی هم نداری برای از خانه ولی تو آتیست هستی مجبور نیستی. والا ناموس فروش بیناموس میفهمی کی بود؟ بیناموس فردی بود که آمد فرزند خود را یا فرزند خوانده خود را مجبور کرد که زن خود را طلاق بده تا اون زنش را چی کنه؟ او را بره بالایش با او سکس بکنه. با او که نکام نکرده. بعد مردم میگن او مرد چی میکنی؟ میگن نکاح ما در آسمان خدا بسته کرده بوده. شاهدایش هم فرشته ملائکه بودن. ماما خسورش نمیفهم کی بوده در او بالا. ماما خسور مشاهد دختر کی بوده؟ شیطان. ماما خسور شیطان بوده. بریم طرف بانوسم.